سلام آقا، خوش اومدید به ویدیو دیگه. تو این ویدیو قراره تست کنیم که هر باتری توی مخلوط کن چه اتفاقی براش میفته. اینم بگم که این باتری خالیه و اینکه آزمایش رو هیچ وقت خونه انجام ندید، چون ممکنه واکنش‌های خطرناکی ایجاد بشه. برای اولین باتری که میخوام بندازم میدونه باتری 18 650 فیک تستش کنیم، داخل مخلوط کن بندازیم ببینیم چی میشه. دید که خیلی پوسته سفتی داره باتری 18650. اینکه چون میپره خیلی نمیتونه بهش آسیب برسه. ببینیم باتری بعدی چه اتفاقی براش میفته. و اما برای قطعه باتری دوم قرار 2 تا باتری قلمی معمولی رو بندازیم. این بلایی که سر باتری همون بود. باتری بعدی که قرار تست کنیم 2 تا باتری نیم قلمی. باتری قلمی همون هم سالم. و باتری بعدی که تست میکنیم باتری های کوچیکتر از باتری قلمی، خیلی کوچیکه. تست کنیم ببینیم کوچیکتر چه اتفاقی. آقا این روزگار باتری قلمی، باتری های کوچیک به خیلی کوچیکتر تقسیم شد. خودش چقدر جالبه.
مثل باتری اساسی خیلی کوچیک‌تر ایجاد شده. به این باتری بعدی و هم باتری بعدی و باتری آخری قرار تستش کنیم میونه باتری کتابیه. این هم بلایی که سر باتری کتابی میمونه. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و اینکه از این چنل حمایت کنید. قراره خیلی کارهایی که توی یوتیوب فارسی اصلا انجام نشده و بریم سراغش انجام بدیم و اینکه کامنت هم یادتون نره. بلایی که سر باتری همون اومد و بلایی که سر مخلوط کنم اومد. تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.